عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. أخرجه أحمد وضعفه البخاري. عائشة رضی الله عنها می فرماید که نبی کریم صلی الله علیه وسلم قبل بوسه کرد و بعضی خانمای خدا باز رفت به نماز و وضو نکرد. درس ما شما در نواقض وضو بود، یعنی شکننده های وضو و چی چیزا بود. قبلا ما شما چند موضوع را خواندیم و حدیث قبلی بود که علی رضی الله عنه، حدیث بخاری بود که میگه من مرد مزا بودم، یعنی بسیار مزی از وجود من می آمد و امر کردم مقداد که سوال کنه از پیامبر. بازی سوال کرد و پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت که در وضو است، یعنی در مزی وضو است. در ارتباط ما گپ زدیم که وضو در کدام صورت واجب می شود. اختلاف علما حکم مزی چی بود؟ گفتیم نجس است به اجماع علما. و چی واجب می شود از خروج مزی؟ گفتیم که وضو واجب می شود، در حدیث صریح است. آیا غسل هم واجب می شود یا نه؟ اجماعاً گفتیم غسل نیست. و ششتن ذکر کل ششته شود یا نه؟ در این باره چند قول بود. بعضی ها می گفت که تنها ذکر ششته شود و مسایی که نجاست است. و دومی بود که واجب است که تماما اعضای بدن، یعنی مسایی که مزی میاد اونجا ششته شود. و چه قسم ششته شود؟ ایرام گفتیم که آیا در جایی که مزی آمده ششته شود یا آب انداخته شود. در این اختلاف و اقوال علما را بیان کردیم. انواع حیا را گفتیم. امروز در این است که اگر یک کسی در وجود بدنش در خانم اصابت کنه، خانم خودش یا دیگرها، چی کار کند؟ وضو سرش واجب میشه یا نه؟ اختلاف علما. عایشه رضی الله عنها در این حدیث در صحتش اختلاف است. میگه که پیامبر بعضی خانمای خدا بوسه میکرد، یعنی بدنش در او اصابت میکرد، بعد میره به نماز وضو نمیکرد. این امام احمد نقل کردگی است. امام بخاری میگه ضعیف است. آیا حدیث چه قسم است؟ در این حدیث از چند طریق آمده، علما در صحتش اختلاف داره. بعض علما میگن ضعیف است مثل امام بیهقی و غیره، و بعضی هم میگن نه صحیح است به خاطر که دیگه حدیث است که را تقویه کرده، شواهد داره. امام بخاری را ضعیف میگه، ابو حاتم میگه معلول است، ابو داود، یحیی ابن سعید قطان، دارقطنی، بیهقی، نووی، ابن حجر و غیره. ابن تیمیه میگه اسنادش جید است، یعنی به صحت میرسه. ابن عبدالبر به تصحیحش میلان کرده که حدیث صحیح است. امام احمد ابن حنبل هم خودش میگه که حدیث صحیح است، در او هم عالم جرح و تعدیل است. شیخ الاسلام ابن تیمیه میگه غایت ما فی الاسناد نو ارسال، میگه آنچه که یک نوع ارسال دهی است که مرسل باشد. وقتی که حدیث از دو جهت مرسل شود، یکیش دیگه خود تقویه میکنه. خصوصا میگه ایرا بزاز به اسناد جید از عطا از عایشه نقل کردگی است. و شیخ البانی هم یه حدیث صحیح گفته. و همین قسم احمد شاکر یکی از محدثین معاصر است. خلاصه این که یعنی زیاد شواهدش که دیده شد به درجه صحت میرسه. اینال در اینجا خو از این حدیث فهمیده میشه که کسی در بدن خانمش دست بزنه وضوش نمیشکنه. آیا این موضوع اتفاقی است یا نه؟ آیا مسح کردن زن یعنی دست زدن در بدن خانم وضو را میشکنن یا نه؟ علما در این سه قول دارن، اختلاف سه قول. قول اولی است که انه ینقض الوضوء، میگه این وضو را میشکنن. همی کسی که در خانمش بوسه کرد یا دستش در بدنش اصابت کرد وضوش میشکنه. عبدالله ابن مسعود امی فتوا و نظرش است، میگه بمی عقیده بمی فتوا بود که میشکنن. عبدالله ابن عمر یعنی هم صحابی، و امام زهری از جمله تابعی، امام مجتهد است. و مذهب شافعی هم همیست که وضو میشکنه. خب تنها دلیلش حدیث نیست، میگه دلایل زیادی است. یک دلیل آیت قرآن است که الله میگه او لامستم النساء یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الكعبین وان کنتم جنبا فطهروا وان کنتم مرضى او کنتم علی سفر او لامستم النساء. اینجا میاد اگر شما
مسح کردین زنها را. یا میگوین ای علما صحابی و تابعین که آیت تصریح است، یعنی صراحت داره، صریح است به ای که لمس دست زدن در وجود خانم از جمله احداث است، یعنی از جمله بیوزگی است که واجب میکنه وضو را. و لمس که در قرآن آمده حقیقتا لمس یده میگه که دست در بدن خانم اصابت کنه. و یؤید بقا ولا معنا الحقیقی، میگه تایید میکنه بقای زیرا به معنای حقیقیش، که دیگرها از لمس هدفشون جماع را گرفتنی، میگه نه معنای حقیقیش است. امام شافعی امی علما میگن، امی عبدالله بن مسعود اینا، زیرا در دیگه قرائتی تو آمده که او لمستم النساء، لا نامده لام لمستم، لمس کنین، فانها ظاهره فی مجرد اللمس، میگه این واضح است، آشکاراست که در مجرد دست رسیدن من دون جماع، یعنی بدون جماع که خانم دست زدی وضو میشکنه. اصل در معنای لمس واقعیت هم از نگاه لغت لمس بر ید است، بر دست است. وقد جاء فی الاحادیث استعمال لمس بمعنى لمسیت، میگه اینجا دلیل پیش میکنه که در احادیث استعمال لمس، کلمه لمس به معنای لمسیت، یعنی دست زدن، لمس کردن با دست آمده که با دست بزنی، حاجت به جماع نامده است. مثلا یک دو حدیث اینجا آورده، یکی قول نبی صلی الله علیه و آله بر معاذ گفت که لعلک قبلت و لمست، این حدیث امام احمد و در بخاری هم است. لعلک قبلت، او که آمده بود پیش پیامبر گفت که یا رسول الله ما زنا کردیم، مرا از گناه پاکو. و بعد پیامبر گفت توبه بکن، بالاخره تکرار کرد، باز پرسانش کرد و چند سوالا کرد. یکی از سوالای بود که شاید تو بوسه کرده باشی، یعنی خانم نخواد تو کار کرده باشی. باز گفت او لمست، یا دست زده باشی. گفت نه، یعنی بازو میگه نه ما دیگه از این بالا. رواه احمد، یعنی یه حدیث در امام احمد است، ولی از این ثابت میشه که لمس به معنای دست زدن با دست میگه، یعنی ثابت کردن یک چیز با دست. و قول صلی الله علیه وسلم دیگه حدیث صحیح است که والید زناها اللمس، ید زنای از این لمس است. لمس یعنی دست زدن، دهی رسیدن. این را امام احمد ابن حنبل روایت میکند. اینال میگه دست چشم زنا میکنه، پای زنا میکنه. زنای دست چیست؟ لمس است، یعنی در بدن خانم که دست میزنی این زنای دست است. چشم نظر میکنه، پای حرکت میکنه. این از این فهمیده میشود که گپ واضح است دیگه که لمس به معنای دست زدن آمده. قول دومی است که خب این خو نظر در مذاهب اربعه، مذهب شافعی و صحابی عبدالله بن مسعود، عبدالله بن عمر، امام زهری گفتن که لمس خانم وضو را میشکنانه. قول دومی است که انه لا ينقض الوضوء، میگن وضو را نمیشکنانه. و این قول امام جمله صحابی علی، یعنی خلیفه چهارم اسلام، فتوای شمی بود. و عبدالله ابن عباس که از جمله صحابی است، عطا یعنی امام عطا، یا یکی از جمله تابعی است، طاووس، این هم مجتهد است و از جمله تابعی هستند، یعنی پیش از ائمه اربعه اینا زندگی میکردند. و هو مذهب ابی حنیفه، و امام ابو حنیفه رحمه الله ابی مذهبش است. میگه کسی با خانم خدا لمس بکند، یعنی یا دیگه خانم دست بزنه، وضوش نمیشکنه تا که اونم یک چیز بیرون نشه. یا میگه نه که دست زدی خلاص دیگه. ولی امام ابو حنیفه رحمه الله میگه نه، کسی لمس بکنه دست وضوش نمیشکنه تا وقتی که چیز بیرون نشه. دلیلش حدیث اینمی حدیث است که آن پیامبر صلی الله علیه و بعضی خانمای خدا بوسه میکرد و باز میرفت نماز میخوان، وضو نمیکرد. و این حدیث هم گفتیم اکثریت صحیح گفته و شیخ البانی و اینام حدیث صحیح است. و دوم حدیث عایشه است، قالت كنت انام بین یدی رسول الله صلی الله علیه وسلم و رجلا فی قبلتی فاذا سجد غمزنی فقبضت و صلی. میگه ما بودم که خواب میشدم پیش روی پیامبر، شب که میخیست عایشه پیش روی پیامبر خواب میبود. و رجلا فی قبلتی، پایم در پیش روی قبلش، یعنی پیش روی سجدهش میبود. فاذا سجد، وقتی که سجده میکرد، غمزنی، مرا میگه تو که دست خود در پای میزد یا در بدنش که خود جمع کنه. فقبضت، باز خود جمع میکردم، بازی سجده میکرد، یعنی جای سجدهش در پای ازی میامد. و صلی، نماز میخوان. متفق علیه.
این حدیث یعنی بخاری مسلم روایت کرده. یعنی اگر مس بشکنانه خو وقتی که دست زد پیامبر در بدن خانمش باید وضوش مشکن، حال اینکه میگه نماز خود ادامه میده. و دیگه حدیث عند النسائی، امام نسائی روایت میکنه از عایشه که نبی کان یصلی، پیامبر صلی الله علیه و سلم نماز میخوان و هی معترضتون، و این میگه خانم عایشه خدایی تو ببر خواب میشد بین و بین القبله، در بین پیامبر و بین قبله، اعتراض الجنازه، مثل خواب شدن جنازه، مثل که جنازه باشه. و این نماز خو میشه، در این باره گپی نیست. یکم تو میگه ایجا جنازه میخوانی و که کسی خواب باشه بخوانی گپی نداره. خب فاذا اراد ایوتر، وقتی که اراده میکرد که وتر بخواند یا نماز، مسها برجلی، باز کت پای خود پیامبر سم دست میزد تو را، باز پای خود جمع میکرد تا که سجده کنه. این حدیث با این الفاظ یعنی به نزد نسائی اگر که خود این حدیث در بخاری مسلم متفق علیه است. و دیگه حدیث که ما مسلم نقل کرده است، دلیل اعظمی علی و عبدالله بن عباس، عطا و امام ابو حنیفه رحمه الله، اینا میگن که قالت عایشه رضی الله عنها، دیگه حدیث از می فقط رسول الله صلی الله علیه و سلم یوما، یک روز پیامبر ما گم کردم که از خانه بر آمده بود، فخرجت، میگه ما بیرون شدم، فخرجت تلتمسو، عایشه یعنی را گم میکنه، بیرون میشه که را پیدا کنه. و کانت شدیدت الحب له، بسیار پیامبر دوست داشت، خیز که شب نیست گفت کدام گم نشده باشه، چی گپ شده جای بر زهر نرسه. فذهبت، عایشه میره تلتمسو که پیداش میکنه، باز میگه فوجدته، ما پیداش کردم فی المسجد، در مسجد، یصلی نماز میخوان و ساجد، در حالی که سجده میکرد، و قدمه منصوبتانی، و قدمش استاده بود. قالت میگه فوقد یدی علی قدمه، دست ما یعنی تو که دست زده شاید تاریک بوده باشه، دستم در قدمایش خود، و ساجدون ای در سجده بوده، ای تو که دست زده. یقول میگفت در مسجده خود که اللهم انی اعوذ برضاک من سخطک بمعافاتك من عقوبتك واعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. یعنی در سجده انسان میتونه که دوام دعا بکنه، غیر از اینکه سبحان ربی الاعلی و سبحانك اللهم ربنا و بحمدک اللهم اغفر لی، یعنی دعا را میخوانیم بعد در سجده میشه که دیگه دعا، این دعا که اللهم انی اعوذ، یا الله ما پناه میخوایم بر رضای تو از غضبت، یعنی بر رضایت پناه میبرم که قهر نشی، و بمعافاتک، با عافیت تو از عذابت، و اعوذ بک، و پناه میخوایم به تو منک، از عذابی که از طرف تو میاد به تو پناه میبرم. لا احصی ثناء، یعنی میگه در سجده امی دعا را میگفت، این دستایش در قدمش خورده، ولی پیامبر ایتو نکرده که نماز هلا کرده باشه بگه خانم دستش در جان ما خورد و وضوش شکسته باشه یا نمازش. از این فهمیده میشه که وضو یعنی با رسیدن دست خانم نمیشکنه. و در روایت بیهقی به اسناد صحیح میآید که یوم حدیث ایست، میگه فجعلت اطلبه، عایشه میگه بیدی فوقعت یدی علی قدمی و هما منصوبتان و ساجد، میگه ما شروع شدم که طلب میکردم پیامبر، چه شد؟ به دستای خود میپالیدم، فوقعت یدی علی، دستم در قدمش افتید، یعنی در سجده بوده، و هما منصوبتان، قدمش منصوب یعنی استاده بود حالت سجده، و ساجدونی در سجده بود، و هی عند النسائی، به نزد نسائی هم به می الفاظ آمده. این الوجه دلالت از حدیث مسح عایشه به قدمه پیامبر که در نماز بوده اینی است، و اگر مسح یعنی دست رسیدن وضو را مشکستان، پیامبر بیرون میشد، نمازش لن تقاض وضوه، و وضو خدا نقص میکرد به مجرد مسح عایشه، یا وضوش نقص میشد مشکست از بین میره به مجرد از اینکه دست عایشه به رسید در قدمای پیامبر. این فاستمرار رسول الله فی الصلاه، پیامبر نماز خدا ادامه داد بعد مسح عایشه له، بعد از اینکه دست عایشه به او رسید. دلیل است علی عدم نقض الوضو، که وضو نشکسته به مجرد مسح المرأه، به مجرد از اینکه زن خانم در بدن مرد یا شوهرش دست میزنه. پس اینجا واقعا دلایل قوی است و این که وضو دلایلشان هم قوی بود که وضو یعنی به مس نمیشکنه. قول سوم است که انه ینقض اذا کان للشهوت، میگه وقتی میشکنه که به شهوت باشد. ایرا مذهب امام مالک و احمد ابن حنبل. خب اول همی بود که شافعی میگفت که میشکنه با مجرد رسیدن، دوم است که در هیچ حالت نمیشکنه، و این مذهب امام ابو حنیفه، اگر به شهوت باشه به هر حالتی باشه. سوم قولی است که اگر در شهوت باشه میشکنه. و هؤلاء حاولوا الجمع بین النصوص،
یا میخوان که بین امی احادیث و آیات جمع کنن. میخوان که میگن اون بعضی احادیث میگه که میشکنه و بعضی میگه نمیشکنه و آیات میگه میشکنه یعنی مسح کنه وضو را. ما چه قسم جمع میکنیم؟ اون به شهوت بود. اگر به شهوت باشد میشکنه، اگر بدون شهوت دست بزنه، مثلا خانم اگر میپاله میگه عایشه زنانها که نشکسته، او به شهوت نبود، او میخواست پیامبر را پیدا کنه. یا پیامبر که نماز میخوان دست میزد، او به شهوت نبوده. اما اگر به شهوت بوده باشد بازان مو گپ است. اولا مستم النساء، الله میگه در قرآن میگه که مسح کن، دست بزن به زنها. این دلالت به نقض وضو به مس زن به نزد زنا و حدیثی که استدلال میشد از رأی عدم نقص. بازی میگه و هذا المسلک صحیح، یعنی مسلک صحیح است، خب به شرطی که آیت دلالت به نقض وضو بکنه به مطلق مس، یعنی به مطلق دست رسیدن. اگر به او دلالت بکنه بازی صحیح میشه، مثل که اینا میگن. لیکن صحیح در معنای آیتی است که مراد به جماع است، یعنی اولا مستم النساء. دیگه کسا که میگن مثلا امام ابو حنیفه رحمه الله و علی ویایی میگن هدف در آیت جماع است، یعنی که خانم هم بستری کنی. همه قسم عبدالله ابن عباسی را تفسیر کردگی است که اولا مستم کلش به معنای جماع کردن، یعنی دست زدن نیست. واختار و ابن جریر هم میره انتخاب کرده که آیت به معنای جماع است و تفسیرش مقدم است به تفسیر غیرش، یعنی تفسیری در قرن 3 بود و در جمله تفاسیری که نقل، یعنی به نقل تفسیر کرده، بهترین تفسیر است. و دیگه دعای پیامبر به عبدالله ابن عباس دعا کرده که اللهم فقهه فی الدین و علمه التأویل، یا الله ایرا فهم عمیق در دین نصیب کو و علمه التأویل و تفسیر برازی خوب یاد بده. اگر که عبدالله ابن مسعود میگفت که نه اونجا لمسه به معنی دست زدن تفسیر کرده و مفسره و از جمله متقدمین است، اما میگه تفسیر ازی وقتی که دو تفسیر آمد ازی ترجیح داده میشه به خاطر که پیامبر بر ازی دعا کرده. رواه احمد، احمد روایت کرده و اصلش در بخاری و شیخ البانی میگه صحیح در تحقیق طحاویه. پس راجح امی است که میگه نمیشکنانه مطلقاً، یعنی مطلقاً اگر به شهوت باشه یا بدون شهوت تا وقتی که و نمو مزی بیرون نشن. و دلایل چیست؟ این اینجا مگر که امام ابو حنیفه رحمه الله گپ زده، ولی چون از نگاه دلایل قوت است اینجا ما مذهب امام عمل میکنیم. اینجا امام ابو حنیفه رحمه الله، یعنی ما اینطور نیستیم که بگویم نه ائمه را قبول نداریم، داریم دلایلشون هم میبینیم که دلایل که اینجا دلایل اینه با مذهب حنفی ما هم ترجیح میتیم میره عمل میکنیم، این نمیشکنه. جواب از آیت اولا مستم النساء چیست؟ آیت در این مراد به جماع است، یعنی هم بستری است. فقط ذهب الی ذلک کثیر من السلف، یعنی بسیاری صحابه میگن که هدف اصلا مستم النساء و بسیاری صحابه و تابعین مفسرین مجتهدین هدف از این جماع است، هم بستری است، تن و دست زدن نمیشکنه. فقط صح عن ابن عباس انه فسر بالجماع، میگه صحیح ثابت شده که جماعی را تفسیر کرد. ابن کثیر میگه وقد صح من غیر وجه، یعنی بسیار طریقا بسیار تابعین از عبدالله ابن عباس نقل میکنن که انه قال ذلك، یعنی هدف اصلا مس یا لمس اردوش جماع است. و ذهب الیه ایضا علی ابن ابی طالب، از جمله خلفا علی ابن طالب هم میگه که علی رضی الله عنه خلیفه چهارم اسلام که هدف از این جماع هم بستری است، دست زدن مرد به خانم، یعنی تو نیست که مسح شود. کما رواه عبدالرزاق فی المصنف، عبدالرزاق را در مصنف جری در تفسیر خود را بیان کردگی است. و قد رجح ذلك ایضا، ترجیح دادگی سیره میگه ابن جریر فقال فی تفسیری و اول القولین فی ذلك الصواب، میگه بهترین دو قول یکی دست زدن یکی هم جماع، میگه بهترین چیز قول من قال عن الله بقول اولا مستم الجماع دون غیر، قول کسایی که گفتن که اولا مستم النساء جماع است دون غیر، دیگه چیز نیست، یعنی دست زدن نیست، هم بستری است. و شیخ الاسلام ابن تیمیه میگه که اولا مستم النساء مراد به الجماع هم بستری است، کما قاله ابن عباس و غیره من العرب، مثل که عبدالله ابن عباس و غیره مجتهدین تابعین گپ گفتن. سعی کنیم با وجودی که ابن تیمیه میلان به مذهب حنبلی داره ولی اینجا مذهبش دلیل نداره، از او چی میکنه تیر میشه. و حتی اینمی صاحب کتاب هم که اینه مبرتام نمی شرح گفته را اسم شرح بلوغ المرام، امی هم حنبلی مذهب است
ولی چون که اونجا دلایل نداره مذهبش قوی رد میکنه یا عمل نمیکنه. خودش دکتر است میره که نشته کنه دیگه. اصل اسلام اینمیست که ما شما دلایل میبینیم. باز شیخ الاسلام میگه و هو یروی عن علی و غیری، از علی و غیرش که عبدالله ابن عباس و گفتیم طاووس و عطای و هو صحیح فی معنی الآیه، صحیح در معنای تمیز. وليس فی نقض الوضوء من مس النساء لا کتاب ولا سنه. شیخ الاسلام میگه نیست در نقض وضو از رسیدن به زنها دست زدن، نه در قرآن است و نه در حدیث. و قرآن کسایی که گفته یعنی در فهم اشتباه، ولی اگر اونها با او عمل میکنن نظر با او تفسیرشان و کار با او نیست. ولی ما و شما بهترین قول عمل میکنیم کدامش صحیح‌تر و بهتر است. وارم چیز نمیگیم که اونا چی کار کردن وارا گپ نمیزنیم. اما در حج که میری باز بعضی ها اینجا سر مذهب مشافی ذره چیز میکنن، تاز میکنن. در حج که میری واقعا اونجا بیروبار است و میخوانم مرد یکی با دیگه اصابت میکنه. میگه باید که اونجا امکان نیست دور باشه، دست خانم یا یک بدن خانم در جانت خورد عاجل وضوت میشکنه. پس برای وضو کو راستی اگه یک باشه این و حرج هم میه. اما با اینجا قول مالک شافعی یک ذره صحیح است که میگه با شهوت باشه، بدون شهوت بازم یک رای داره. اما دلایل زیاد میست که در هیچ حالت دیگه راجح تر. یعنی ما رأی که به قول بعض علما فی قول عایشه میگه چیز نظر تو بعض علما در قول عایشه میگه فاذا سجد غمزنی احتمال. میگه این کسایی که میگن مشکنانه باز از این حادثی تو جواب میگن که عایشه رضی الله عنها که گفت که وقت سجده میکرد غمزنی مرا یعنی دست میزد در بدن ما تو دکم میداد که پای خدا وسو کنم. میگه یا میگن که یحتمل انه بحال او خاصه، احتمال داره که در چی بوده باشه، یک پرده یا یک تکه که یک تکه پیامبر دست خود گرفته باشه در پای ازو زده باشه. میگه احتمال یا خاص با پیامبر باشه که با پیامبر یعنی نمشکنه. بل میگه این کسایی که این گپ میگن به خاطر تقویه مذهب مثل امام شافعی همین تعویل میکنه. غیر صحیح، این صحیح نیست و هم حمل متکلف. این بسیار خود به تکلیف کردن است، یک چیزی است که ظاهرش را قبول نمیکنه. امام زیلعی هم میگه که والخصوم یعنی مخالفین یحملون هذا الحدیث، همین حدیثی که در بخاری مسلم صحیح این را حمل میکنن و معنا میکنن که علی ان المس وقع بحائل، مس پیامبر که دست زده به حائل بوده. های عایشه که دست زد او چطور بوده؟ این خو یک گپی است که نمیشه که ما سر از زور بزنیم. و هذا تعمیل مع شدت بادیه یدفع بعض الفاظ. میگه این تعویل و این معنایی را که میکنن با وجودی که بسیار بعید است، دور است که این قسم معنا شوه، یدفع بعض الفاظ حدیث این گپام رد میکنه. ثم ساق بعض الفاظ حدیث میاره. واقعا خیلی عایشه که میگه ما پالیدم دست چی میگه خدا دست چیز نبود. یک گپایی است که نمیشه که انسان به این استدلال کنی، بلکه حدیث صریح است که دست خانم پیامبر در جان و بدن پیامبر سم خورده و یا حدیث پیامبر خانمای خدا بوسه کرده و او بوسه طبعا از او یک چیز فهمیده میشه که شهوت هم باشه و رفته و پس نماز خوانده یعنی وضوش نشکسته. او کسایی که شهوت میگن شهوت ای حدیث دیگر رد میکنه. همین حدیثی که قبل بعضم بوسه کرد، بوسه طبعا از شهوت میباشه. اینطور نمیباشه که کسی شوق سر خانمش آمد بوسه میکنه. و شوکانی میگه والاعتذار عن حدیث عایشه فی لمس لقدمه سوسم بما ذكر ابن حجر في الفتح من اللمس يحتمل انه كان بحال اول انذار خاص متكلف. اینجا ابن حجر هم چون که شافعی مذهب است در یکم جای زور میزنه مذهب خدا ثابت کنه، یا هم بازم میگه میزنه. یا میگه که ابن حجر میگه که هدف از لمس احتمال است که پرده بوده. این میگه با او گپ ما نقص نمیشه. اما شوکانی هم یک محدث است، مجتهد است، این رد میکنه. میگه عذر بیان کردن کسایی که حدیث عایشه را که در لمس عایشه قدم پیامبر را که دست زده، ابن حجر میگه در فتح الباری میگه که لمس احتمال داره که دست زدن به حائل به پرده بوده باشد و یا ای که خاص به پیامبر تکلف است. یعنی یک چیزی است که ظاهر حدیثی که قبول نداره، مخالفت للظاهر، مخالفت بر ظاهر است. اصل مو است که حضور نمشکنانه. شیخ الاسلام ابن تیمیه میگه درباره کسایی که میگه ماذا قال ابن تیمیه قول من قال، چی میگه ابن تیمیه سخن کسایی که گفتن مس مرأه د زدن زن و ینقض الوضوء مطلقا، یعنی مطلقا وضو را مشکنانه، به شهوت باشه در هر حالت باشه.
قال رحمه الله في الفتاوى، در مجموع الفتاوى جلد 21 صفحه 236 میگه و اما وجوب الوضوء، هرچه واجب کردن وضوء، واجب شدن وضوء من مجرد مس المرأة، بس صرف دست زدن زن بغیر شهوت، فهو اضعف الاقوال، ضعیفترین اقوال، یعنی که امام شافعی گفت که به هر حالت سرزورت میکنه. ولا یعرف هذا القول عن احد من الصحابه، از هیچ صحابه میگه گپ شناخته نشده، یعنی یک صحابی هم این فتوا را نداده. ولا روی احد عن النبی صلی الله علیه و سلم انه امر المسلمین، میگه روایت نشده، شاید که میگه شناخته نشده. ما که گفتیم عبدالله ابن مسعود اینا میگن و شاید او را قولش ثابت نداره، بگوی او ضعیف است، یعنی از عبدالله ابن مسعود ثابت نیست و روایت نشده. میگه هیچ کس روایت نکرده از پیامبر که پیامبر امر کرده باشه مسلمانان را که وضو کنن از این جهت، یعنی اگر دستان در جان خانمتان خورد یا خانم وضو کنید. گپ نه. من هذا الامر غالب، این امر میگه بسیار بود، یعنی انسان بدنش با دیگه خانم اصابت میکنه، لا یکادو، یا با خانم خودش. این نزدیک نیست که یسلم فی احد فی عموم الاحوال، که سالم با کسی دوام حالات، یک کسی که خوشاور است با خانمش نه. فإن الرجل، یک مرد شاور، لا یزال یناول امرأته شیئا، همیشه با خانمش یک چیز میته و تأخذ بیا، باز بره دستش میگیره، میگیره نه یک چیز. اگه یه دفعه که وضو کنی دست در جان خانمت خورد وضویت بشکنه پس برو وضو کو، این بسیار یک جنجال است. و این پیامبر اگه یک می بود خب بیان میکرد. و امثال ذی مما یکثر ابتلاء الناس، که میگم بسیار است که مردم به این مبتلا میشن. فلو کان الوضو من ذلك واجب، اگر وضو از این جهت واجب می بود لکان نبی صلی الله علیه و آله یأمر بذلك مرت، یک بار خامر میکرد و یشیع ذلك، این خوشایی میشد، یعنی در بین صحابه عام میشد. ولو فعل، اگر این کار میکرد لنقل ذلك عنه، این نقل میشد، ولو باخبار الاحاد، اگر خبر واحد باشه، اما این نشده. فلما لم ينقل یا لم ينقل عنه احد من المؤمنین، وقتی که یکی هم از صحابه از پیامبر نقل نکرده که گفته باشه ایرا انه امر احد من المسلمین، که یکی از مسلمانان را امر کرده باشه بشیء من ذلك، به چیزی از این که برو وضو کو، مع عموم البلوا، با وجودی که بلوا یعنی زیاد بوده و هر شوهر با خانمشی تو میشه و خانم با امرای شوهرشی گپ میشده، از این علم ذلك انه غیر واجب، از این فهمیده میشه که واجب نیست. میگه از این فهمیده میشه که واجب نیست، اگر می بود به ما بیان میشد. خب امو راجح تر میست که یعنی تا وقتی که بعد زدن وضو نمیشکنه. و اگر که جا شیخ الاسلام همو کسایی که میگن با شهوت اگر دست بزنه میشکنه، او را ضعیف نگفته، اضعف الاقوال را گفته که مطلقا دست بزنی. راجح همی است که سه قول بود که خانم اگر دستش در جان شوهر یا شوهر دستش در جان خانمش اصابت کنه یا خانم دیگه وضوش میشکنه. امام شافعی میگه مطلقا میشکنه با دیگه، ولی دیگرها میگفتن که نه هیچ نمیشکنه. امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب حنفی. و سومی بود که به شهوت باشد میشکنه در غیر احمد و مالک، اما گفتیم راجح است که در هیچ حالت نمیشکنه تا وقتی که یک چیزی بیرون نشود. اما یک احتمال داره اگر به شهوت باشه یک خطر است که چیزی بیرون شود، باز او دیگه انسان محتاط شود. اگر به شهوت دست زد در خانمش، اونا میگن که پیامبر بوسه کرده، میگه او بسیار سر خود قدرت داشت، یعنی نفس خود در کنترل خود داشت. اگر دیگه کسی کار میکنه خانمش بوسه میکنه یا کاری به شهوت در جانش دست میزنه، باز چی کنه؟ متوجه خود باشه دیگه که اگر چیزی بیرون شد عاجل وضو کنه. و نبی هریره رضی الله عنه قال قال رسول الله، چی بیرون میشه؟ در اخ منی بیرون نمیشه، مزی، یعنی مزی گفتیم که وضو را میشکنن، قبلا به اتفاق بیان کردیم. ابی هریره رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه اخرج منه شيء ام لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا، اخرجه مسلم. حدیث 71 بسیار یک حدیث مهم دیگه است که در رد وسوسه است. وسوسه در دل ما میاد در باری وضو که وضو دارم ندارم. ابو هریره رضی الله عنه میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود وقتی که پیدا میکنه یکی از شما در اشکم خود یک چیزه، یعنی اشکم شور میخوره و باد و همین چیزاست، فاشکل علی مشکل میشه برش که آیا چیزی بیرون شده، اخرج منه شیء، چیزی بیرون شد یا نشد، فلا یخرجن من المسجد، از مسجد بیرون نشه، حتی یسمع صوتا، تا که آواز باد بشنود، او یجد ریحا، یا بویه،
در مشام و بینیش بیاد. یعنی به نفس شک پیدا شدن نمیشه، یا آواز بشنود یا یقینی بفهمه و یا اینکه بوی به بیرون شود. این امام مسلم این حدیث نقل کرده، حدیث صحیح است. اذا وجد احدكم في بطنه، یعنی وقتی که احساس بکند که باد بیرون شده ازش کمش، یعنی ادرای دوبرش فاشکل علیه گربت شود کار. یا وجد ناقضا، که این ناقض وضو شده نشده، یعنی چیزی بر آمده نامده و پیامبر گفت که وضعیت شک است از مسجد بیرون نشه که وضو کنه، برابر وضو بیرون نشه تا اینکه بشنود آواز یا بویه. امام نووی میگه معنیش وجود یکی از یاست، ولا اشترط السمع و شم. این شرط نیست که هم بشنوه هم بویه، به اجماع مسلمین یعنی یکی از یاست، او برای تنویع است، یا آواز بشنوه یا بویه احساس بکند که این بوی از بدنش بیرون شدگی است. دو صورت. و در صحیحین حدیث است، بخاری مسلم، حدیث عباد ابن تمیم از عم و کاکایش میگه که شکا الی النبی، شکایت کردیم به پیامبر صلی الله علیه و سلم که الرجل یخیل الیه، یک مردی که به خیال از این میگه که انه یجد الشیء فی الصلاه، در نماز است در فکرش میگه که چیزی بیرون شده از بدنش، چی کار کنه؟ یعنی میگه بادم بیرون شده. فقال پیامبر گفت لا ینصرف، نماز اعلان نکو حتی اسمع صوتا، تا که آواز بشنوی یا بویه، اگر یعنی به شک نماز اعلانتی. این حدیث در چی دلالت میکنه؟ حدیث به این دلالت میکنه که خروج باد از دوباره انسان ناقض نواقض وضو است، ولی به شرطی که یقینی شود، در شک نه. دلایلش یک حدیث باب است که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت که یعنی تا که یقینی نشود اعلانات، اگر یقینی شد که چیزی بیرون شده با دو صورت. و دیگه حدیث ابو هریره است، قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لا تقبل صلاه من احدث حتی يتوضا، قبول نمیشه نماز کسی که به وضو شود تا اینکه وضو کنه، یعنی نماز به وضو قبول نیست. قال رجل من حضرموت، یک مرد صحابی از حضرموت گفت که مل حدث یا ابو هریره، حدث چیست؟ می پیامبر گفت که قبول نیست نماز کسی که احدث، احداث دو پیدا شد. یک کسی پرسان کرد که حدث چی است؟ یه گفت که از ابو هریره قال، گفت فساء او زرات. فساء یعنی باد بیرون شود، زرات آواز بلند یا پایین، یعنی باد که بیرون